از علی صادقی و رضا گلزار هم پولدارتره، ولی نه فخر میفروشه نه لایف استایل لاکچری داره. برای همینه که ایرانی‌ها اینجوری دوستش دارن. سالهاست علی دایی تو سکوت کارهایی کرده که اگر هر کس دیگه‌ای انجام میداد کشور رو روی سرش میذاشت. همین مرد بود که وقتی معدن طبس عزادار شد همه خیرها رو دور خودش جمع کرد و 16 میلیارد پول آورد وسط و کامل تقدیم کرد به خانواده‌های جان باخته. همین مرد بود که وقتی بندرعباس داغدار شد تو سکوت خبری خودش رو رسوند وسط مردم، کنار اونایی که هیچ کس نمیدیدشون، و با کمک‌های سنگین مالیش دوباره ثابت کرد مرد بودن یعنی عمل نه حرف. کمتر کسی میدونه بیشتر از 50 کودک یتیم رو شخصا سرپرستی میکنه. خرجشون با خودشه، درمان، مدرسه، زندگی. هیچ وقت رسانه‌ای نکرده چون کار خیر شوآف نیست. نه بادیگارد داره، نه ادا و نه لایف استایل فیک. ولی هر جا مردمش سختی کشیدن به دادشون رسیده. به افتخارش یه قلب قرمز تو کامنت‌ها بذار و برای دیدن آدمای واقعی این کشور فالو کن.